سلام به همه دوستداران فلسفه. امروز درباره سقراط صحبت می‌کنیم. فیلسوفی که گفت آن کس که می‌داند که نمی‌داند از همه داناتر است. گفت شرم یک احساس طبیعی و ذاتی نیست. گفت آگاهی حقیقی از درون می‌آید. گفت هر که بداند کار درست چیست دست به کار نادرست نمی‌زند. و فیلسوفی که نهایتاً به حکم اعدام محکوم شد. بهتر است قبل از آن که به معرفی سقراط و دستگاه فکری او بپردازیم، اندکی در باب این مفاهیم تفکر کنیم. سقراط میگوید آن کس که میداند که نمیداند از همه داناتر است. اما دقیقاً داناتر از چه کسی است؟ از کسی که ادعا میکند همه چیز را میداند. به راستی احمق‌ترین افراد آنانند که از چیزی که نمی‌دانند سخن می‌گویند و تظاهر به دانستن می‌کنند. در واقع دانستن آن که نمی‌دانیم خود نوعی دانش است. سقراط می‌گوید شرم یک احساس طبیعی و ذاتی نیست. شرم یعنی خجالت و کمرویی. مثلا انسان برهنه احساس شرم می کند. ولی آیا در واقع شرم از برهنگی حسی ذاتی و طبیعی است؟ خب اگر اینطور بود همه انسانها باید شرم از برهنگی را به طور یکسان احساس می کردند. پس چرا در بعضی نقاط دنیا برهنگی امری طبیعی است و انسانها یا مناطق از برهنه بودن احساس شرم نمی کنند؟ یا مثلا آفتاب گرفتن زنان با سینه‌های برهنه در کنار ساحل در بعضی کشورها کاری عادی است و در بعضی کشورها کاری غیر قابل قبول و شرم‌آور است. طبق نظر سقراط این عرف جامعه است که مشخص می‌کند چه چیزی شرم‌آور است. سقراط می‌گوید آگاهی حقیقی از درون می‌آید. شاید اینطور به نظر برسد که معلومات ما از بیرون به ذهنمان می آیند. ولی همه ما تجربه کرده ایم اوقاتی را که در مقابل آنچه پدر و مادر یا معلمان می خواهند به ما بیاموزند مثل سدی عمل می کنیم و از درون به طور ناخودآگاه مانع یادگیری می شویم. تنها در صورتی یاد می گیریم که خودمان در پروسه یادگیری از درون موافق و سهیم باشیم. شاید منظور سقراط این بوده که عوامل بیرونی کمک می کنند که ما از درون نسبت به حقیقت آگاهی پیدا کنیم. سقراط می گوید هر که بداند درست چیست دست به کار نادرست نمی زند. آیا این بدان معناست که مثلا دزدها چون خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهند دست به سرقت می‌زنند؟ به راستی منظور سقراط از این جمله چه بوده است؟ در حال حاضر به همین میزان از تفکر در مفاهیم سقراطی اکتفا می‌کنیم و بعداً درباره آنها با جزئیات بیشتری بحث خواهیم کرد. سقراط از سال 470 تا سال 399 پیش از میلاد مسیح زندگی کرد. او اولین فیلسوف بزرگ آتن و از مهمترین فیلسوفان دوران باستان بود که با افکار خود تاریخ فلسفه و تمدن اروپا را تحت تأثیر قرار داد. دوران قبل از سقراط دوران فیلسوفان طبیعی بود. از این منظر که آنها از راه فلسفه در صدد فهم طبیعت مادی بودند و از این رو جایگاه مهمی در تاریخ علم داشتند. بعد از دوران فیلسوفان طبیعی، سقراط نماینده عصر جدیدی از فلسفه بود که توجه خود را بر انسان و جایگاه اجتماعی او متمرکز می کرد. او اولین فیلسوف مشهوری بود که در آتن به دنیا آمد، همانجا زندگی کرد و به کار فلسفه پرداخت. گرچه سرنوشت بسیار تلخی داشت، اما تفکر سقراطی باعث تغییر سرنوشت تاریخ فلسفه و تمدن اروپایی شد.
او از مرموزترین چهره‌های تاریخ فلسفه به حساب می آید. بدون آنکه حتی یک کتاب بنویسد، تأثیر بسیار بزرگی را بر تمدن اروپایی گذاشت و اعدام ناعادلانه‌اش این تأثیر را دوچندان کرد. بخش مهمی از زندگی خود را به گفتگو با مردم کوچه و بازار سپری کرد. در باب مزاح با فیلسوفان طبیعی می گفت: درختان بیرون شهر چیزی به من نمی آموزند. او قادر بود ساعتهای طولانی جایی تنها بنشیند و غرق در تفکر باشد. ظاهراً مردی بسیار زشت و بدقواره بود، چاق و کوتاه قد با چشمهای برآمده و بینی پهن. ولی درباره‌اش می‌گفتند که باطن بسیار دلپذیری داشت و هر چه در گذشته و حال جستجو کنیم مانند او نخواهیم یافت. با این وجود او را به خاطر فعالیت‌های فلسفیش به مرگ محکوم کردند. زندگی سقراط را بیشتر از راه نوشته‌های شاگردش افلاطون می‌شناسیم که او هم به یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ بدل شد. افلاطون چندین گفتمان فلسفی نوشت و در این نوشته‌ها سقراط را متکلم اصلی قرار داد. افلاطون فلسفه خود را نیز از زبان سقراط بیان می‌کرد. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود که آنچه از زبان سقراط می‌گفت واقعاً اندیشه سقراط بود یا اندیشه خود افلاطون. تشخیص افکار سقراط از افلاطون کار بسیار دشواری است. البته ما این مشکل را با شخصیت‌های تاریخی دیگری نیز که نوشته‌ای از خود به جا نگذاشته‌اند داریم. نمونه بارز آن مسیح است. نمی‌توان به یقین دانست آیا او به واقع سخنانی را که به او نسبت می‌دهند گفته است یا نه. گرچه اینکه واقعاً سقراط که بوده امری است اسرارآمیز، ولی بدون شک می‌توان گفت تصویری که افلاطون از سقراط ساخت بیشتر از 2500 سال الهام بخش همه فلاسفه تاریخ بوده است. ویژگی اصلی هنر سقراط این بود که در هنگام گفتگو ظاهراً قصد آموزش دادن به کسی را نداشت. برعکس وانمود می‌کرد که می‌خواهد از مخاطب خود بیاموزد. پس به جای اینکه مثل یک معلم معمولی درس بدهد، با مخاطب خود گفتگو می‌کرد. در ابتدای بحث او صرفاً پرسش‌هایی مطرح می‌کرد، جوری که انگار خودش پاسخ آنها را نمی‌داند. سپس گفتگو را در مسیری پیش می‌برد که طرف مقابل رفته رفته به ضعف‌های استدلال خود آگاه می‌شد و دست آخر چنان گیر می‌افتاد که به خودی خود درست و نادرست را از هم تشخیص می‌داد. مادر سقراط ماما بود و سقراط کارش را با کار مادرش متشابه می‌دانست. ماما خود زایمان نمی‌کند، بلکه کار او آسان کردن فرایند زایمان است. سقراط هم به دیگران کمک می‌کرد که با فکر خودشان اندیشه درست به دنیا آورند. او معتقد بود آگاهی واقعی از درون می‌آید و کسی نمی‌تواند آن را به انسان تحمیل کند. به عقیده سقراط همانطور که زایمان امری طبیعی است، هر انسانی که خرد و عقل فطری خود را به کار گیرد می‌تواند به طور طبیعی در دنیای درون خود به حقایق فلسفی دست یابد. سقراط در گفتمان‌هایش تظاهر به نادانی می‌کرد تا مردم را به اندیشیدن وادارد. او در ابتدای بحث خود را نادان جلوه می‌داد و با این روش نهایتاً می‌توانست نقطه ضعف تفکر افراد را به صورت خودکار نمایان کند. صحنه‌ای که مرتب در کوچه و بازار رخ می‌داد. معمولاً هر کس که با اعتماد به نفس فراوان وارد بحث با سقراط می‌شد، در انتهای بحث مضحکه خاص و عام می‌گشت. جای تعجب ندارد که با گذشت زمان وقتی مردم به قدرت او پی می‌بردند، رفته رفته از او می‌ترسیدند، خصوصاً آنها که مقامی داشتند.
سقراط می گفت: آتن همچون اسبی در خواب است و من خرمگسی هستم که او را بیدار خواهم کرد. راستی در نهایت انسانها با خرمگس چه می کنند؟ ولی او به قصد آزار هم نوعانش را نمی گزید. می گفت در اعماق وجودش ندای الهی می شنود که او را وادار به روشن کردن حقایق می کند. وقتی از او خواسته شد در صدور حکم اعدام برای هموطنانش شرکت کند، قبول نکرد و همچنین از افشای نام معترضین سیاسی خودداری کرد و همه اینها به بهای جانش تمام شد. در سال 399 به جرم ترویج خدایان جدید و به فساد کشیدن جوانان به اعدام محکوم شد. می توانست طلب بخشش کند تا جان خود را نجات دهد، ولی اگر چنین می کرد دیگر سقراط نبود. او برای حقیقت و وجدان خود ارزش بیشتری قائل بود تا جانش. در دفاع از خود گفت که هر چه کرده به خیر و صلاح جامعه بوده است. با این حال به مرگ محکومش کردند. میان سقراط و مسیح شباهت‌های زیادی وجود دارد. هر دو انسان‌های مرموزی بودند. هیچ کدام آثار مکتوبی از خود به جا نگذاشتند و این مسئله شناخت آنها را به آنچه شاگردانشان از آنها گفته‌اند وابسته کرده است. با این وجود هر دوی آنها در هنر بحث و گفتگو استاد بودند و طوری سخن می گفتند که دیگران را یا خشمگین و یا شیفته خود می کردند. هر دو باور داشتند که ندایی الهی در آنها هست که آنها را وادار به سخن گفتن می کند. هر دو با انتقاد از بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت نظم مسلط زمانشان را مختل کردند و این به قیمت جانشان تمام شد. محاکمه سقراط و مسیح هم بی‌شباهت نبود. هر دو می توانستند برای نجات جان خود تقاضای بخشش کنند، ولی در جهت یک رسالت بزرگتر باور داشتند که باید این راه را تا پایانش ادامه دهند. شجاعانه به استقبال مرگ رفتند و به همین دلیل پس از مرگ پیروان زیادی پیدا کردند. تا اینجا از روش فلسفی سقراط سخن گفتیم، اما دستگاه فلسفی او چه بود؟ سقراط همزمان با سوفیست ها در آتن میزیست و مثل آنها علاقه‌اش بیشتر به انسان و جایگاه انسان در جامعه بود، برخلاف فلاسفه طبیعتگرا. اما سقراط با سوفیست ها یک تفاوت اساسی داشت. او مثل آنها درگیر خودشیفتگی نبود و خود را الزاماً فرهیخته و دانا نمی دانست. برخلاف آنان بابت آنچه درس میداد پول نمی گرفت. او خود را به معنی واقعی کلمه فیلسوف می دانست. فیلسوف به معنای دوستدار خرد است. فهم تفاوت سوفیست و فیلسوف بسیار مهم است. سوفیست ها در تمام دورانها آمده و رفتند بیان که نامی از آنها در تاریخ فلسفه ثبت شود. برای آنها فلسفه و تدریس ابزاری برای امرار معاش بود. از دانش محدود خود خوشنود بودند و ادعا می کردند که همه چیز را می دانند. در واقع اینطور نبود. ما همگی در زندگی خود با چنین انسانهایی مواجه شده ایم. فیلسوف واقعی موجود دیگری است. در واقع درست در نقطه مقابل سوفیست قرار می گیرد. فیلسوف می داند که دانشش محدود است و مرتب می کوشد تا بصیرتش را بیشتر کند. سقراط یکی از این انسانهای کمیاب بود که می دانست درباره این جهان تقریباً هیچ نمی داند و از این که کم می داند ناراحت بود. به طور کلی فیلسوف واقعی به نادانی خیش آگاه است. با این حال خود را داناتر می داند از مدعیان دانش که لاف گزاف می زنند. سقراط می گفت آن کس که می داند که نمی داند از همه داناتر است.
می گفت یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. میگویند یک روز پادشاه مستی برهنه در دربار ظاهر شد و هیچ یک از درباریان جرأت نمی کردند چیزی بگویند. در آن میان کودکی فریاد زد: نگاه کنید، پادشاه برهنه است. همه از خشم پادشاه ترسیدند و می دانستند که این کودک به خاطر گستاخیش به پادشاه مجازات خواهد شد. در واقع کودک شهامت داشت، مثل سقراط، که جرأت کرد به بزرگان زمان خود بگوید شما هیچ چیز نمی‌دانید. سقراط در طرح سؤال‌های بجا و هوشمندانه یک نابغه بود و از این لحاظ نیز خطرناک محسوب می‌شد. معمولاً در بحث با یک پرسش هوشمندانه می‌توانست همه افکار مخاطب را زیر و رو کند. در آن روزها نیز انسان همواره با مجموعه‌ای از پرسش‌های دشوار روبرو بود که پاسخ قانع کننده‌ای برایشان پیدا نمی‌کرد. دسته‌ای از مردم خود و سایرین را فریب می‌دادند و ادعا می‌کردند هر آنچه لازم است را می‌دانند. دسته دیگر تا ابد به روی مسائل مهم چشم می‌بستند و پیشرفت نمی‌کردند. بر این اساس انسان‌ها یا 100% مطمئن بودند یا 100% بی‌تفاوت و هر دو دسته در اشتباه. حالا فرض کنید یک دسته ورق را به دو قسمت تقسیم کنید: ورق‌های سیاه و ورق‌های قرمز. در بین آنها ناگهان جوکری پیدا می‌شود که نه خاج و پیک است و نه خشت و دل. سقراط در واقع جوکر بی همتای شهر آتن بود، چون نه مطمئن بود و نه بی تفاوت. او فقط می‌دانست که هیچ نمی‌داند و این آزارش می‌داد و به همین دلیل فیلسوف شد. فیلسوف کسی است که تسلیم نمی‌شود و همواره به جستجو برای یافتن حقیقت ادامه می‌دهد. سقراط می‌گفت باید برای معرفت خود مبنایی مستحکم ساخت و این مبنا عقل انسان است. او به خاطر اعتقاد راسخی که به عقل انسان داشت خردگرا نامیده میشد. در زمینه اخلاق و خیر و شر او مدعی بود ندای الهی او را هدایت می کند. این ندا همان وجدان است که به ما می گوید چه چیز درست است و چه چیزی نادرست. عقیده داشت هر کسی درست را بفهمد دست به نادرست نمی زند. او معتقد بود بینش درست به عمل درست می انجامد و تنها کسی که درست عمل می کند خوشبخت خواهد شد. اگر ما درست عمل نمی کنیم یعنی عمل درست را نمی شناسیم و به همین دلیل مهم است که به آموختن ادامه دهیم. او در صدد این بود که تعریف درستی از حق و ناحق پیدا کند. برخلاف صوفیست ها او معتقد بود قدرت تشخیص خوب از بد بر عهده عقل انسان است، نه بر عهده عرف و قوانین جامعه. سقراط می گفت کسی که مغایر با تشخیص خود عمل کند خوشبخت نخواهد شد و کسی که خوشبختی را بشناسد حتماً به سوی آن حرکت می کند. بنابراین کسی که درست را می شناسد و خوشبختی را درک می کند هرگز نادرست رفتار نخواهد کرد، چون در پی خوشبختی است و طبیعتاً خود را به سوی بدبختی سوق نمی دهد. اگر ما مرتباً مرتکب کارهایی شویم که می دانیم اشتباه هستند، آیا می توانیم احساس خوشبختی کنیم؟ انسانی که وقت خود را صرف دروغگویی و دزدی و بی‌حرمتی می کند و می داند که این کارها درست نیست، از نظر سقراط در درونش احساس بدبختی می کند و چون انسان در پی خوشبختی است در نهایت ناچار است که به اعمال نادرستش خاتمه دهد و درست رفتار کند.